با نام خدا و عرض سلام احترام خدمت شما بینندای خوب کانال هراتبورگ، برنامه شام غریبان. بینندای خوب نازنین، تصویری که شما مشاهده میکنیم طفلای معصوم سه خور برادرم که اینا نابینایم. برادر به نام عبدالقدیر جان قفاری و پسر نام جواد جان که از کشور سوئیس به مبلغ 16,000 افغانی پول نقد روان کردن که گوسپند قربانی اما بستونیم از طرف عبدالقدیر جان و خانم اینا برای از اینا مسکینا آوردیم. از طرف جواد جان پسر عبدالقدیر جان هم به مبلغ 8,000 افغانی که ما مواد غذایی گرفتیم، یعنی 8,000 خورده گوسپند شده، 8,000 افغانی هم امی جنسا شده که اینا ما گرفتیم آوردیم بزی مسکینا. بینندای خوب نازنین، خداوند شما عزت بده. تشکر از این خانواده، واقعا ایت انسان ها درک کردم، از اون کشور دور افتاده غم از این مسکینا بخوردم. خداوند شما عزت بده، خداوند شما 1000 سال عمر بده با عزت با آبرو. هر برادر هر همشیری که بزی مسکینا کمک کنم، انشاءالله ما به جلو همی دوربین به خدمت همی مسلمان ها میگذاریم. باز هم تشکری میکنیم از خواهر گل ما، از برادر ما عبدالقدیر جان و جواد جان که بزی مسکینا کمک کردم. از طرف شما که ایت کارهای خیر میکنیم برای ما یک ثواب میرسه. غری صاحب مونده نباشیم، سلامت باشین، خوبیم، سلامتین، زنده باشین، جور باشین. از طرف امی خانواده که گفتم امی خدا واسه می گوسپند ما به 8,300 افغانی خریدیم، از امی 16,000 البغیر اما برای شما مواد غذایی گرفتیم، از ام آرد و روغن و برنج و لوبی و مکرونی، چیزی که مشاهده میکنیم 16 غلم جنس مینکار برای شما کمک کردم. بله، الله جل جلاله برای علیه از اینا مزد جزیل عنایت بفرمایه. ان والله یحب الصابرین، الله جل جلاله دوست داره صابرینه. الله جل جلاله دوست داره کسانی که به یک قریب خود کمک میکنن. و من یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. الله جل جلاله یک مثقال ذره، یک ذره هم که برای خیر کمک کنی، الله جل جلاله ثوابی هم برای شما میرسونه هم برای نفری که کمک میکنه. الله جل جلاله مزد جزیل عنایت بفرمایه. و یک با آخر هم اگه اجازه شما باشه یک تلاوتی هم داریم به خدمت از اینا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تنحر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نميت وإليك النشور. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین برحمتك یا تشکر از شما. تشکر بسیار تشکر. خواهر جان شما خوبین؟ خوبه شکر شما شما خوبه؟ شکر زنده باشیم. خوراک گلم مایوس نشیم. خداوند شما را 1000 سال عمر بده، خیر باشه، نصیب و قسمت همی بوده. چی گفتنی داریم شما؟ چی توقعی داریم از برادرای خیر، از همشیرای خیر که شما فعلا مشاهده میکنم؟ به حق شما چیکار کنم؟ شکر داریم خدا و حق ما و حق جمعی امتی اسلام محمد و خدا دعا ببخشونه. خیر بینن که می کمک را بکردن، خیر بینن که غم مسکین خود میخورن. زنده باشیم. بیننده‌های خوب و نازنین، ای همشیری ما حدوداً 12-13 درسته؟ سنده چند ساله یا؟ 12 بیشتر 12 یا 13 ساله تفلک. ای آرزو داشت که چشمکه ازی فعال میبود، چیشون میدهش دیگه خیر باشه. این کار الله پاک میفهمه. این تفلک معصوم کاکا جو استاش شو لالای من استاش شو. این تفلک چند ساله؟ 11 9 ساله 9 ساله؟ 9 ساله. اسم تو چیه کاکای من؟ محمد محمد میفهم. محمد جان چی خواهشی داری از بیننده که به حق تو چیکار کنم کاکای من؟ خواهشی دارم که به حق ما دعا کنن، خیر بینن که همی کمک بکردن. به حق تو دعا میکنم دیگه، برای تو کمک هم انشالله میکنم. تو به حق از این مسلمانایی که برای شما کمک میکنم یک دعایی بکن. خب خیر، بازم تشکر. خاطر از این یک دعای میکنیم. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين برحمتك يا. بیننده‌های خوب نازنین، تشکر از شما که تا این لحظه ما رو تحمل کردین. تشکر از این خانواده. خداوند اینا رو 1000 سال عمر بده، خیر ببینم. این قربانی هم که اینا از او کشور روان کردم، یک دونه گوسفند بزی مسلمان ها بخشش کردن. خدای پاک قبول کنه. ناگزیریم که با شما خداحافظی کنیم. خداوند یار و نگهدار شما باشه. بخیر باشیم. تشکر از شما. با عزت باشیم.